5 کمپانی در بازار پری آی پی او که اکنون باید وارد آنها شوید. سرمایه‌گذاری ونچر اکنون برای تریدرهای فردی در دسترس است. برای خرید سهام شرکت‌های شناخته شده قبل از اینکه سهامی عام شوند دیگر نیازی به سرمایه هنگفت نیست. می‌توانید مستقیما از متا تریدر در شرکت‌های رو به رشد سرمایه‌گذاری کنید. همچنین شرکت‌های به اصطلاح پری آی پی او در دسترس هستند. اینها پروژه‌های بزرگی هستند که قبلا چندین دور تأمین مالی را با موفقیت به پایان رسوندند و در حال آماده سازی آی پی او هستند. در هر یک از این مراحل سهام شرکت‌ها ده‌ها و یا حتی صدها درصد رشد می‌کند. به عنوان مثال سنوفلیک سهام این شرکت آیتی رو با رقم بین 15 تا 30 دلار میشد خریداری کرد. آی پی شرکت با رقم 120 دلار در بورس قرار گرفت و در اولین روز معاملات تا 253.93 سنت دلار افزایش یافت. یک مثال دیگر صرافی معروف کوین بیس. قبل از انتشار آی پی این شرکت هر سهم کوین بیس رو میشد به قیمت 40 تا 50 دلار خریداری کرد، اما در اولین روز معاملات قیمت هر سهم به 328 دلار افزایش یافت. علاوه بر این افزایش چندگانه قیمت فقط در اولین روز عرضه نیست. با هر دور تأمین مالی سرمایه‌گذاران جدید وارد بیزینس می‌شوند. سرمایه شرکت افزایش پیدا می‌کند و کسانی که قبلا سرمایه‌گذاری کردند از این راه کسب درآمد می‌کنند. پری آی پی او مقصد جدید سرمایه‌گذاری است. پس در این مقاله پری آی پی او هایی که ارزش سرمایه‌گذاری دارند را معرفی می‌کنیم. اولین کمپانی اسپیس ایکس، اولین کمپانی خصوصی که فضاپیمای خود را به فضا فرستاد. طی 7 سال گذشته سرمایه شرکت بیش از 14 برابر افزایش یافته است. بنابراین حتی بدون عرضه آی پی او اسپیس ایکس همچنان به افزایش سرمایه و سود برای سرمایه‌گذاران ادامه می‌دهد. رولوت سرویس مالی معروف بریتانیایی که چندین سال متوالی رشد ثابتی را در شاخص‌های کلیدی نشان می‌دهد. ارزش این شرکت در هر یک از سالهای گذشته 3 تا 6 برابر رشد کرده است. بنیانگذار این شرکت نیکولا استرونسکی بارها گفته که این شرکت در حال آماده‌سازی آی پی او در طول زمان است. حتی بدون آی پی او رولوت هیچ مشکلی با بودجه ندارد. چندین دور موفقیت‌آمیز تأمین مالی در سالهای اخیر برگزار کرده است. استرایپ سرویس پرداخت استرایپ میتونه به بزرگترین آی پی او تاریخ تبدیل بشه. با عرضه آی پی او ارزش این شرکت به 100 میلیارد دلار میرسد. 2020 تا 2021 سال بسیار موفقی برای این شرکت بوده است. به دلیل رایج شدن پرداخت‌های آنلاین در طول سالهای کووید درآمد و سود خود را چندین برابر کرد. سپس 2 دور متوالی بزرگ تأمین مالی را هر کدام 600 میلیون دلار برگزار کرد. اپیک گیمز استودیو اپیک گیمز تاکنون 6.4 میلیارد دلار جذب سرمایه داشته است. این استودیو در 3 سال گذشته 3 دوره بزرگ را همزمان برگزار کرد با قیمت 1 میلیارد دلار، 1.5 میلیارد دلار و 2 میلیارد دلار. حتی بدون آی پی او سرمایه‌گذاران از سهام این شرکت کسب درآمد می‌کنند. ارقام درآمد سال به سال در حال افزایش است. علاوه بر این شرکت حتی بدون آی پی او سرمایه‌گذاران را جذب می‌کند. کلارنا از خدمات بزرگ فینتک که به عرضه آی پی او خود بسیار نزدیک است. این کمپانی سوئدی به کسب و کارها در راه اندازی پرداخت آنلاین کمک می‌کند. این یک سرویس جهانی با بیش از 140 میلیون کاربر است که به بیشتر از 250,000 فروشگاه خدمات ارائه می‌دهد. شرکت رشد پایداری را نشان می‌دهد. درآمد سالانه حدود 1.5 تا 2 برابر افزایش می‌یابد. پیش از این سرمایه‌گذاری ونچر در کمپانی‌های با رشد سریع فقط با سرمایه‌های بزرگ ممکن بود. اکنون همه این کمپانی‌ها در ترمینال‌های شما هستند. شرکت‌هایی را انتخاب کنید که معتقد رشد خواهند کرد و شانس خود را در سرمایه‌گذاری ونچر امتحان کنید.